السلام عليكم دوستای انشالله که جلسات من باشین. السلام علیکم دوستای عزیز، انشالله که سلامت باشین. السلام علیکم دوستای عزیز، انشالله که جور سلامت باشین. السلام علیکم هموطنان عزیزم، انشالله که همتان در هر گوشه دنیا هستین جور سعادتمند باشین. جور سعادتمندی جانجوری شما آرزوی ماست. دوستان عزیز، امشب باز هم مصطفی جان، ستایش جان و بهشت جان بر دوستکای نازنین خود تحفه دارن. امشب شب جمعه است و مصطفی جان میخواه که درباره زندگی نامه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میگه معلومات بسیار کم بر دوستکای نازنین خود بده. مصطفی جان میشه یک معلومات بسیار مختصر بر دوستکای نازنین بدی لطفاً؟ خوش. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مهمترین، پاکترین، پرفضیلتترین انسان روی دنیا است. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ماه ربیع الاول سال 571 میلادی روز دوشنبه نصف بوده وقتی نماز تهجد تولد شده. نام مادرشم بیبی امنه و نام پدرشم عبدالله. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در شکم مادرش بوده عبدالله و فکر کرده و نام بابایشم عبدالمطلب. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 9 تا کاکا داشت: حضرت عباس، حضرت حمزه و ابو لهب و ابو طالب. میتوان نام برد. مصطفی جان، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در کجا به دنیا آمد؟ در مکه مکرمه. آفرین. در کجا وفات کرد؟ در مدینه منوره. آفرین. اینال دوستای نازنین، ستایش جان براتون میگه که وقتی که نام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بشنویم باید چی بگوییم برش؟ برشکت درود باید بفرستیم. اللهم صل علی، اللهم بارک علی. آفرین. بهترین درود کدام درود ستایش جان؟ درود ابراهیمی. آفرین. میشه بر دوستکای نازنین بگویم شب جمعه صبح برای پیغمبر خدا درود بفرستن؟ دوستای عزیز، نقطه درود بفرستین به پیغمبرتان مثل که روز جمعه است. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. تشکر ستایش جان نازنین. ستایش جان دوستکای خودم خواهش کرد که برای پیغمبر خود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چی کنه؟ درود بفرستم. خب حالا بهشت جان برای ما میگه که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چند دوستی نزدیک داشت که همیشه در کنارشون بودن. شب و روز در کنار حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودن. در تمام مشکلات در کنار حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودن. حالا بهشت جان براتون میگه که چند دوست حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داشت و نامشون چی بود؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 4 دوست داشت. اول ابوبکر صدیق، دوم عمر فاروق، سوم عثمان غنی، چهارم علی مرتضی. تشکر سما جان. حالا میشه بر دوستکای نازنین بگویی که ابوبکر صدیق با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی رابطه داشت؟ چی خویشاوندی داشت؟ ابوبکر صدیق قصور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود. وقتی ابوبکر صدیق دخترش بیبی عایشه به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. تشکر سما جان. میشه که بگویی که عمر فاروق به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی خویشاوندی دخترم داشت؟ عمر فاروق قصور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود. وقتی عمر فاروق دخترش بیبی افسره بر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داشت. آفرین سما جان. میشه بر دوستکای نازنین بگویی که ابوبکر صدیق توسط کی شهید شد؟ ابولولوی مجوسی. آفرین، توسط ابولولوی مجوسی. سما جان، عثمان غنی به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی ارتباط داشت؟ عثمان غنی داماد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود. وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخترش بر از عثمان غنی داد. آفرین، دختر خود بر حضرت عثمان داد. میشه بگویی که حضرت علی به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چی خویشاوندی داشت؟ علی مرتضی داماد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود. وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخترش بیبی فاطمه الزهرا را بر علی مرتضی داد. آفرین. بدون از اینکه حضرت علی داماد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود، دیگه چی خویشاوندی با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داشت؟ علی مرتضی بچه کاکای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. آفرین، پسر کاکای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود. اولین کسی بود که از جمله طفلا کودکان مسلمان شد. سما جان، میشه که نام پدر حضرت علی را بگویی؟ ابو طالب. آفرین.
خب دوستای عزیز، مصطفی جان برتان سوره ناس تلاوت میکنه و ما با شما خداحافظی میکنیم تا شب آینده با الله شما رو به الله یکتا میسپاریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظیم. خب دوستای نازنین، خداحافظ تا شبای بعدی. الله نگهدار همتان. خداحافظ.